برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز، با عنایت پروردگار کریم و منان باز به دیدار هم رسیدیم. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. حالا پیش از آغاز برنامه با این صدا گوش دهید. این صدای کودک حلیم از داخل زندان رژیم امروزی تاجیکستان مکتبی دشوار تربیه است. از پدرش خواهش میکند که برای خلاصیش از مکتب دشوار تربیت تلاش نکند تا برایش مشکلی ایجاد نکنند. دادا همه شما هیچ کار نکنه. همینجا با میگن که دادت خشته در اینترنت رو میپرته میگن، بعد دیگه جواب ها نمیتن میگن. دادا همه شما هیچ کار نکنه. همینجا با میگن که دادت خشته در اینترنت رو میپرته میگن، بعد دیگه جواب ها نمیتن میگن. تماشابینان گرامی، این یک گفتگوی تلفنی یک نورسی 15 ساله محمد جان از تاجیکستان است که با پدری پناهنده‌اش در اروپا انجام داده. محمد جان بیش از 8 ماه است که دور از آغوش گرمی پدر و مادر و نوازش های پرمهر بابا و بیبی در مکتب مخصوص شهر دوشنبه به سر میبرد. مکتبی که برای بچگان دشوار تربیت ساخته شده است. مکتبی که نورسان بعد صادر کردن دزدی، آدمکشی و جنایت های دیگر تا به سن بلاغت رسیدن در آنجا جای داده می شوند. یعنی محبس نورسان برای ادا و اصلاح شدن است. موضوع امروزی ما هم درباره همین مکتب و همین کودک است. چنانه که قید کردم، در این گونه مکتب ها نورسان بعد صادر کردن دزدی، آدمکشی و جنایت های دیگر تا به سن بلاغت رسیدن در آنجا جای داده می شوند. اما چه گناهی از جانب این نورس تاجیک سر زد که او را به این مکتب جا نمودند و دریچه آزادی را برویش بستند؟ محمد جان پسر یکی از مخالفین تاجیک محمد ظریف سیدوف است که در اروپا به سر میبرد. چند سال پیش این پسر بچه در یکی از مدرسه های دینی شهر دکه جمهوری بنگلادش، مدرسه ای که حافظ قرآن تربیت میکند، تحصیل میدید. در مدرسه های این کشور در کنار تعلیمات دینی علم های دنیوی نیز آموزانده می شوند. مهلت شناسنامه محمد جان به آخر رسید و برای تمدید آن باید به تاجیکستان برمیگشت. با این نیت به دبی آمد تا از آنجا به تاجیکستان برگردد. از دبی او را مقامات تاجیکستان به وطن آوردند. مادرش نقل میکند که روزهای اولی برگردانیدن پسرش به تاجیکستان دوزخ واقعی را این پسر بچه آن زمان 13 ساله دید. هر روز به اداره ریاست کافتکاوی جنایی وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه و امنیت دعوتشان میکردند. تا نصف شب از محمد جان سوال میکردند، بر او فشار می آوردند. طلب میکردند که آن حرفایی را که آنها قبلا آماده نمودند در مراجعه ویدئویی تکرار نماید. این به حالت روانی کودک تاثیر میرساند. میگفت که آچه، سرم درد میکند، نمیتوانم گپهای آنها را در خاطرم گیرم. چون نمیتوانست بیشتر خاموش می ایستاد. چون این حال چند ماه ان همین خیل دوام میکند. مادرش میگوید در این مدت من خواستم که محمد جان را به مکتب دهم. به چند مکتب رفتم، قبول نکردند. حجت ندارد گفتند. در شعبه معارف ناحیه هم برایش جواب رد دادند. در این بین کارمندان ریاست کافتکاوی جنایی وزارت کارهای داخلی و امنیت گشته و برگشته به مادرش تاکید میکردند که محمد جان را به یگان مکتب نده. ما خودمان این پسرچه را در مکتب پرزیدنتی جا میکنیم. 1 سال و چند ماه مادرش منتظر می شود. در این بین معلمی خانگی هم میگیرد مادرش. محمد جان نیز مادرش میگوید تشنه تحصیل بود و هر صبح وقت اکایش درس میرفت او گریه میکرد که من هم میخواهم مکتب روم. مادرش میگوید روزی از اداره امنیت
برایش زنگ زده گفتند که پسرت را گرفته بیا، برایش مکتب پیدا کردیم. مادرش میگوید ما هم خرسند شده رفتیم، اما مکتبی که گفتند دیگر بوده است. محمد جان گریه میکرد که من به این مکتب نمیروم. حال من مادر زار از او بدتر بود. در دست حلنامه سعودی نمیدانستم چی کار کنم. گویا این کار با رضایت من صورت گرفته. طبق قرار سعودی ناحیه رودکی از 16 اپریل سال 2020 نابالغ سعیدوف محمد جان در مکتب مخصوص شهر دوشنبه جایگیر کرده شد. گفتمشان کجا میبرید کودکم؟ قطعیشان جنجال کردم. همون کارمندان امنیت و اوپاپ که کودکم بردن گفتند که پدرش خائن ملت است. تو چی گپ زیادتی میزنی؟ تلفن میکردم گوشی را نمیبرداشتند. اینجا میخواهم به یک مسئله حقوقی اشاره کنم. سال 2015 پارلمان تاجیکستان قانون عاید به حفظ حقوق کودکان را به تصویب رساند. این نخستین قانون بود که طول 25 سال استقلال تاجیکستان مخصوص برای حفظ حقوق کودکان که 35% اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهند قبول شد. هرچند 35% اهالی تاجیکستان را کودکان تا سن 14 سال تشکیل میدهند، هیچ قانونی برای حمایت آنها در تاجیکستان پیاده نشده است، جز آنکه چون میراث شوروی سنه 1 ایون را چون روز کودک برای نامش جشن میگیرند. دیگر روز ماه و سال کسی از کودک تاجیک یاد نمی کند جز 2-3 سازمان که برای گرفتن گرانت ها در این سمت کار می کنند. این است که حقوق کودک از روزی به دنیا آمدنش پایمال شده. حتی موردهایی بودند که در زایشگاه مادر کودک را اسیر می گیرند تا پول خدمت دختران را پردازد. تا به باغچه و مکتب می رسد کودک اذیت می شود. کودکان در هر قدم مورد خشونت قرار می گیرند، اما کسی حرف نمی زند. وقتی همین قانون را ورق می زنیم درباره شکنجه و عدالت سعودی نسبت به کودکان در آن اشاره نیست. دقیقاً به دلیل آنکه در قانون درباره این اشاره نشده است، کارمندان ساختارهای قدرتی پسرچه را هر روز به ادارهشان دعوت می‌کردند و به حضوری روانشناس، به حضوری یگان معلم ساعتها فشار می آوردند که حرفهای آنها را توتیوار در نزد دوربین ویدیویی تکرار کند. این کودک بیگناه که هنوز بغیر از آغوش گرم مادر در وطن چیزی دیگری را انتظار نداشت، در این عمر کوتاه خود در هر قدم تحقیر و اذیت بشد، برای آنکه پدرش دیگر کشور را برای تعلیم دینی گرفتن برایش اختیار کرد. و چون حکومت تاجیکستان در سیمای هر یک نفری در خارج تعلیم دینی گرفته تروریست و اکستریمیست را می‌بیند، برای برگردانیدن دانشجویان و طالب علمان یک قطار برنامه‌های را راه اندازی کرده است و زمانی که جوانان برمیگردند اکثرشان را تقدیر ان همین محمد جان انتظار است. محمد جان را هم که دیگر همسالانش در عالم کودکی سیر دارند، مقامداران تاجیک تروریست و اکستریمیست معرفی نمودند. اگر گناه اول این کودک پیش مقامات تحصیل در مدرسه دینی باشد، گناه دیگرش پسر مخالف سیاسی بودنش است. واقعاً در دیگر کشورها به جنایتکار خطرناکترین هم چنین مناسبت را روا نمی بینند، چنانه که در تاجیکستان به یک نورسی بیگناه روا دیدند. این کودک درباره مخالف یا حکومتی بودن هم تصوراتی ندارد. در این سن سال او نیز چون دیگر همسالانش آرزویی در عائله سالم و در آغوش پدر و مادر بزرگ شدن را دارد. آرزو دارد که در یکی از مکتب‌های خوب تحصیل کند، علم‌های دینی و دنیوی را از خود کند. یک چیز را یادآور می‌شوم. سنه 16 ایول همین سال در کنفرانس مطبوعاتی از امبودسمن تاجیکستان سوال شد که
آن کودکانی که از سوریه و دیگر کشورهای عربی جنگ زده به وطن برگردانیده شدند تقدیرشان چی می شود و امروز زیاد نفران خواستگاری به فرزندی گرفتن این طفلکان هستند تا با مهر و محبت آنها را بزرگ کنند. امبودسمن در پاسخ ابراز داشت که واقعا هم سازمان های زیادی در تاجیکستان تلاش دارند که این طفلکان نه در خانه اینترنت ها بلکه در عائله بزرگ شوند و او هم طرفدار این پیشنهاد است. پس از این باز هم سوال برمی آید چرا محمد جان را که هم خود و هم مادرش تلاش دارند که به آغوش عائله برگردد نمی گذارند که این آرزوی خود را عملی کنند؟ حتی نمی گذارند که اقلا هفته یک مرتبه به دیدار مادرش برود، مادر کلان و پدر کلانش و دادرش را ببیند. ما از این مقامات بخصوص مسئولین این مکتب چیزی زیاد طلب نکردیم، فقط در قطار همون قدر کودکانی که در این مکتب تحصیل میکنند و از جهت روانی مشکل داشته و دزد و بیراه هستند که در وقتهای تعطیل میروند به خانه نزد پدر و مادر، مثل همین ها ما هم گفتیم فرزند ما حق پیدا کند هفته یا 2 هفته یک مرتبه اجازه داشته باشد که به خانه نزد مادر و بابا و بیبی برود. یگانه جرم این کودک این است که حافظ قرآن است، از دین باخبر است و پدرش هم مخالف رژیم امام علی رحمان است. عجب گناهه، عجب گناهه. برای جنایتکاری اشدی هم در دادگاه اجازه می دهند که از خودش دفاع کند. و محمد جان و مادرش کسی این حق را نمی دهد. دادگاه بدون اشتراک آنها حکم صادر نمود و حلنامه سود را به دست مادرش داد و محمد جان را با فریب به مکتب مخصوص گذراند. عجیبش این که در حلنامه نوشتند این کار با رضایت مادرش صورت گرفته است. نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که این مکتب دشوار تربیت تابع وزارت کارهای داخلی است، با فریب کردن مادر و نزدیکان ما که این کودک در لیسه پرزیدنتی میگذاریم، با این وعده ها فرزند ما سید محمد جان آوردن در این مکتب دشوار تربیت که از زندان هیچ برتری ندارد در اینجا گذاشتند و در این مدت کرانتین که تمام نهادها در تعطیل بودن و بخصوص این مکتب بچه ها و خواننده های این مکتب همه در خانه نزد پدر و مادر بودن، ولی این پسر ما در این مدت زیاده از 10 ماه یک بارم اجازت پیدا نکرد که به خانه نزد مادر و بابا و بیبی برود. از 20 مارس سال 2019 که این فرزند ما به تاجیکستان آمد تا به امروز 10 مرتبه به رئاست کافتکاو جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برده و زیر دوربین با فشارها و حتی تهدیدها از این کودک فیلم برداری کردند و تا حالا هم این کودک زیر فشار روانی و حتی جسمانی هم قرار دارد که در روزهای آخر چند بار قصد فرار کردن از این مکتب کردند که با همراهی رفیقانش و بعضی دوستاش موفق شدن گرفتن، ولی فرزند ما تا حال موفق نشده است که از این مکتب بگریزد. در تمام حجت هایی که آید به برگردانیدن محمد جان در آنها سخن می رود قید شده است که او ماه مارس سال 2019 به وطن برگردانیده شده است. اما سوال این است که چرا طول قریب 1 سال محمد جان به تحصیل فرا گرفته نشد و چرا وقتی که مکتب و ناحیه او را به تحصیل فرا نگرفتند و نسبتش خشونت نشان دادند دادگاه عالی، امبودسمن کودک و دیگر سازمان ها از حقوقش دفاع نکردند؟ چرا چنین شد؟ اینجا میخواهم یک چیز را قید کنم. اگر مثبت نگری کنیم شاید مقامات یگان دلیل قوی داشته باشند که واقعا محمد جان را میبایست به مکتب دشوار تربیت برد و علاج نهایی هم همین بود که حتی سود به این قرار آمد که این کودک نورس به مکتب دشوار تربیت برده شود.
نظر جامعه شناس موجوده صاحب نظر را میشنویم. جو کردن این پسرک و چندین نورسان دیگر که در خارج از کشور تحصیل میکردن در مکتب دشوار تربیه و نه فقط بر ضرر این نورسان بلکه بر ضرر جامعه هم است. یعنی که مردم احساس میکنن که چقدر هم حکومت نسبت به اون نورسانی که در خارج کشور تحصیل میکنن یا نسبت به اون جوانانی که در خارج کشور تحصیل میکنن بدبینی دارد. یعنی نه فقط به این جوانان و نورسان بدبینی دارد بلکه دینستیزی خودش رو نشون میدهد با این عمل خودش حکومت کشور. و از آنه که امروز بهانه پیش میبرن که این نورسانی که از خارج از کشور برگشتن و خوندن و نوشتن رو نمیتونن و به این خاطر اونها رو در این مکتب دشوار تربیه جا کردن، این یک دروغ محض است. اگر این پسر بچه ها خوندن و نوشتن رو نمیتونن، ولون که با چند زبان این پسر بچه ها آشنا هستن و با چند زبان حرف زده میتونن، چگونه اینو خوندن و نوشتن رو نمیتونن؟ باشد که خوندن و نوشتن نمیتونن، پس چرا اونا رو در یک مکتب عمومی با امثالان خودشون جا نمیکنن؟ یا در اون مکتبایی که باشد در از زینوی، یعنی که در صنف به اون سن و سالی که به اون موافق است در اون باشد که اگر صنف 8 باشد اون در صنف 6 یا در صنف 5 کنند و اون میتوند که خیلی چون که ذهنشون تیز هم هست و باهوش هم هستن، میتونن که خیلی زود برابری همسالان خودشون شن، یعنی به اونو رسن در تحصیل و در دیگر کارهایی که مثل در مکتب و یعنی که به کارهای جمعیتی در برابر این فرا گرفته میشن. و اما این رو صرف نظر میکنن امروز نه روانشناسان با اون نورسانی که از خارج از کشور برمیگردن با اونو کار نمیکنن، برعکس اونو رو در این مکتب جا میکنن همچون محبوس، همچون یک زندانی که اونها به آینده روشن عموما باور ندارن و از جهت روانی هم خیلی مریض میشون. یعنی به جای اون که امروز به اونها کمک رسونن، اونها به زندگی مقرری خودشون برگردن، برعکس از اونها میخوان که یک جنایتکار آماده کنن. این بدبینی نسبت این نورسان در دو چیز ظاهر میشد. یکم اون که ترس، چنانه که گفتیم ترس دینستیزی است و در مکتب‌های تاجیکستان اصلا به تعلیم و تربیه دینی نورسان اهمیت داده نمیشد و به طور باید شاید هم فن تاریخ دین آموزانده نمیشود. از این چیز ترس دارن که این نورسان میتونن که به همسالان خود درباره اون چیزایی که درباره دین میدونن، یعنی که به همسالان خود درباره اون قصه کنن. همچنین پهلوی دیگری مسئله اون است که امروز بهونه در اون است که میتونن با این واسطه به اون پدر و مادرانی که در خارج از کشور هستن، یعنی که با مخالفان ضربه زنن. در قضیه این پسرک هم همین چیز برای احساس میشد که حکومت میخواد که با این رو از پدر این پسرک قصد گیرد، اما در کدام قانون نشان داده شده است که برای عمل پدر پسر جوابگو است و پسر خیلی کوچک. همینجا پدر کودک هم میگوید که مادرش را فریب کرده او را به مکتب دشوار تربیه برده اند. گویا با رضاگی مادر و قرار سود این پسر ما را به مکتب دشوار تربیه ماندند، در حالی که مادر کودک اصلا از قرار سود و از سود خبر ندارد و با چند ورقه که گفتن امضا کنید با گویا پسرتان در لیسه پرزنتی میگذاریم گفته امضا گرفتن و این چنین قرار سود در ماه اپریل سال 2020 به تصویب رسیدگی است، در حالی که کودک از ماه نوامبر سال 2019 به این مکتب برده شده بود. در نقل مادر کودک هم فهمیده می شود که مقامات او را فریب کرده جگربندش را از او ربودند. ما را فریب نموده پسرم را به این مکتب آوردند. حتی در وزارت معارف هم همین گپ را گفتم. 2 ماه کشاندند. بعد تیارش کرد یک زنک سودیه. مقامات خودش امضای وزارت معارف گرفته فرزند مرا به این مکتب برد. من مادر هستم. به پسرم تاثیر رسانده می توانم. او هم محتاج نوازش، نصیحت و غمخواری من است. اما اجازت نمی دهند که من پسرم را در محیط عائلوی به وای رسانم. او هنوز خیلی خرد است و من احتیاج دارد.
فشار و تهدید به جسمش همکاره کرده از سالش خیلی خردتر میتابد. هر باره که من یا بابایش نزدش میرویم سوال میکند که اوچه جان مرا کی جواب میدهند؟ مرا از اینجا برید. یک پسر به من گفت که تو 3 سال دیگر اینجا میمونی. من اینجا را نمیخواهم، من خانه میخواهم. بیمارم و دیگر در پایم مدار نمانده. صبح بلند میشوم و از این ساختار به ساختار دیگر میروم. زنگ میزنم به آنهایی که پسرم را در این مکتب جا کردند. میگویند که پسرت را از دیگر دولت آوردیم، باید در این مکتب بماند. آخر پسرم چه گناه دارد؟ حکومت تاجیکستان در حسابات سالانه خود به سازمان ملل متحد درباره اجرا نمودن عهده‌داری‌هایش گزارش می‌دهد. اما در گزارش واقعیت دیگر چیز هست و حکومت امروز برای سرکوب کردن مخالفان و تحت فشار قرار دادن مردم از بدترین عملها که پایمال نمودن حقوق کودک یکی از آنها است دست بر نمی دارد. کودک که برای صادر نمودن عملی از طرف پدر و مادرش گناهکار نیست و ناوبسته از فرزند کی و چی بودنش زیر غمخوری حکومت باید قرار بگیرد، در سیمای سیدوف محمد جان حقوقش در تاجیکستان پایمال می شود. یکی از عهده‌داری‌های اساسی هر حکومت پشتیبانی از کودکان است، نه مورد اذیت و تحقیر قرار دادن آنها. 23 سال پیش حکومت تاجیکستان زیر دکلراسیون حقوق کودک امضا گذاشت که طبق آن همه گونه فشار، تهدید و زورآوری نسبت به کودکان منع است. اما مجبوری ربودن کودک از آغوش والدین و جای نمودن او در مکتب مخصوص، اجازت ندادن برای دیدار با مادر و نزدیکان مگر فشار و زورآوری نیست؟ تماشابینان عزیز، این حرفها را که کودک میگوید مرا از اینجا برید، من اینجا را نمیخواهم، من خانه میخواهم، برابر شنیدن مرغک بدنی آدم میخیزد. السلام علیکم و رحمت الله. اکاویدی قیاسیدین چه خیرین سوزه نغزین چیکار کردستین؟ کرانتین تمام شدک همین دعا کنه که تسر این مکتب بگرن. جرم محمد جان سیدوف نابالغ که مکتب دینی را خواند در چیست؟ حافظ قرآن شدن مگر جنایت است؟ مقامات به مادر سیدوف گفتند پدرش خائن ملت است، تو چی گپی زیادتی میزنی؟ و به تلفن های مادرش پاسخ نداده گوش را خاموش میکنند. مادر دانش و فهمش اخلاقی پسر خود را ستایش میکند و تاکید میکند وقتی که آوردنش از نظارت پزشکان گذشت، یعنی از وقتی از خارجه میبیارند از نظارت پزشکان گذشته است و گفتند سلامتیش و وضع روحیش خوب است. محمد جان سیدوف باید صنف 8 خواند، ولی در آن مکتب بازداشتگاه، حالا در مکتب مخصوص، در مکتب دشوار تربیه، در این زندان بچگانه محمد جان در صنف 4 میخواند. این چه ظلمی است؟ یک پسرک را شما شکستید، روانی او را شکستید. اینجا من میخواهم به اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ژورنالیستان مستقل، همچنین ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان مراجعه داشته باشم. خصوصا ژورنالیستانی که در داخل کشور فعالیت میبرید، کی بار آخر درباره حقوق انسان شما تحقیقات ژورنالیستی برده بودید؟ همه زندان ها پر بیگناهان شده رفتند. حالا نوبت کودکان و نورسان رسیده است.
ببینید اگر گوش تنج 100 طلا میگفتگی باشید چرا کسب ژورنالیستی را انتخاب کردید؟ ژورنالیست که هیچ وقت گوشش تنج نمی شود اگر کسبش را احترام کند. در کشورهای دیگر هر روز درباره حقوق انسان ده‌ها تحقیقات‌های ژورنالیستی نشر می‌شوند. از تحقیقات‌های ژورنالیستی فیلم‌های حجتی آماده می‌کنند. آی ژورنالیستان 5 سال شد صدها فاجعه به میان آمد. در همین 5 سال اخیر فقط گزینه مقامات را شنیدیم. کسی یک تحقیقات گذران؟ همین بی‌عملی حکومت چهارم ژورنالیستان بود که یگان قضیه به طور ابجکتیوی تحقیق و بهاگذاری کرده نمی شود. آی رسانه داران یک کمتر بر روی خود آب خنک پاشید. شاید یک کم هوشیار شوید. شما آینه ملت هستید. این آینه داغدار شده. کسی در آن عیب خود را نمی بیند. اگر شما این حق را پیدا کنید که هر یک قضیه را ناوابسته از مشکل‌زا بودنش پیگیری میکنید، هیچ یک حکومتدار یا مقامداری نمیتواند حتی به پای ملت خار زند، چون میداند که در این جامعه ژورنالیستانش خیلی فعالند. نابکاران را در حال آشکار و رسوا میکنند. چون این کار از دستتان نآمد، بدانید که این کسب شما نبوده. اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. تا برنامه های دیگر خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.